گان خواستار مراقبت از زمان بود. چه زمانهایی؟ باید همیشه به یاد داشته باشیم که ایرانیان صحیح ترین نوع علم نجوم را داشتند و این عجیب نخواهد بود که گان برای دایره آسمانی معاملاتیش از صفر برج حمل که برابر است با 21 مارس استفاده می کند و 21 مارس یعنی نوروز و رسیدن به خورشید، به نقطه اعتدال بهاری. گان در راستای پیدا کردن اهداف زمانیش در بازار و برای به دست آوردن تاریخ دقیق کپ‌ها و سقف‌ها از تقسیمات منطقة البروج با کاغذهای بسیار نازک استفاده می‌کرد. به این معنا که او تمامی تاریخ‌ها را دور در دور منطقه می‌چید و با استفاده از تقسیمات دلخواه تاریخ‌های بعدی را به دست می‌آورد. لایه‌هایی که حالا ما می‌توانیم به راحتی از آن استفاده کنیم. لایه اول تمامی منطقه را به صورت تسلیسی برای ما جداسازی می‌کند. نقاط متناظر را هم می‌تواند به دست بیاورد. به عنوان مثال اگر سهمی در تاریخ 21 مارس کفی را تشکیل داده است، تاریخ سقف ما منظور کردن و پیدا کردن ریتم تسلیسی سهم می شود. تاریخ 21 جولای. پس اعتقاد بر این است که ما با استفاده از این لایه‌ها بتوانیم تقسیمات هر سال و یا هر ماه و یا هر هفته و یا هر ساعت را به دست